سلام، با محصولات جدید مدیر رو آشنا شوید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. با محصولات جدید مدیران خودرو آشنا شوید. تیگو 8 پرو ای پلاس دارای یک سیستم موتور دوگانه برقی به همراه موتور بنزینی 1.5 لیتری توربوشارژ. گیربکس DHD سوپر هیبریدی با قابلیت انتقال 510 نیوتن متر گشت‌آور به چرخ‌های جلو که بالاترین انتقال نیرو بین خودروهای چینی است. دارای یک باتری لیتیومی با ولتاژ 350 ولت و ظرفیت 19 و 27 کیلووات ساعت که 3 الی 4 ساعت مدت زمان شارژ آن می باشد. مجموع موتور بنزینی و برقی می تواند حداکثر 240 کیلووات یا به عبارتی 326 اسب بخار قدرت تولید کند. مصرف سوخت ترکیبی این خودرو هم در حالت برقی و بنزینی 1.5 لیتر در هر 100 کیلومتر است. این خودرو می تواند 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت را فقط در 7 و 6 ثانیه طی کند. آریزو 6 GT مجهز به یک موتور 1.6 لیتری توربوشارژ و گیربکس 7 سرعته 2 کلاژه تر که همان موتور FX می باشد. مجهز به نمایشگر دوگانه 20 اینچی. طراحی جدید چراغ‌ها و جلو پنجره X شکل. دارای 3 حالت رانندگی اکو، نورمال و GT بوست برای رانندگی اسپورت شهری. مجهز به سیستم همیار راننده یا ADAS مانند